یکی از تفاوت‌های کلان بین افراد موفق و هدفمند نسبت به کسانی که هدف در زندگی ندارند این است که آنها هدف دارند که شعله‌های توانایی درونیشان را روشن نگه می‌دارد. آنها به شیوه سالم و معقول بر اساس اولویت‌هایشان عمل می‌کنند. این افراد در لحظه و یا خودی حالا زندگی می‌کنند. توجه آنها کاملا روی کارشان است. بنابراین انرژی آنها بیهوده هدر نمی رود. در ضمن همه این افراد سرخیز هستند. در نتیجه بر راحتی صبح از خواب بیدار می شوند و چون هدف وسیله اصلی زندگیشان را می دانند حتی یک روز هم مجبور به کار کردن نیستند بلکه کارشان تبدیل به عملی شدن و لذت بخش شدن است. بسیار مهم است که تعیین کنید دقیقاً چی می خواهید. به سوال این که تعیین هدفها چگونه عمل می کند انتون رابینز چنین پاسخ دارد. او میگوید موقع خرید یک ماشین نو ناگهان آن تمغه را در همه جا می بینید. همین گونه است. به نظر می رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابانها تردد می کنند در حالی که دیروز آنجا نبودند. ولی آیا این موضوع واقعیت دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت همانجا بودند ولی شما با آنها توجه نمی کردید. بنابراین آنها واقعا برای شما وجود نداشتند. تا وقتی توجهتان را به آنها روانه کردید، وقتی هدفهایتان را تعیین می کنید، چیزی نوی را برای جستجو و تمرکز به مغزتان می دهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان چشمهای جدید می دهید تا از طریق آنها همه مردم، رویدادها، مکالمه‌ها، منبعها، ایده‌ها و خلاقیتی که شما را احاطه کرده است ببیند. با این دیدی نو برنامه درونی ذهنتان شروع می کند به تطبیق دادن محیط بیرون با آن چیزی که از درون خیلی خواهانش هستید. یعنی هدفتان را تصادفاً آشکارا تعیین کردید. در اینکه چگونه جهان را تجربه میکنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران را به زندگیتان فرا میخواند تفاوت عمیق به وجود می آید. 21 رازی موفقیت میلیونرها از براین تریسی درباره آن بحث می کند که چگونه افراد می توانند میلیونر شوند. تفسیر این کتاب بر اساس 10 تحلیل دقیق عادت‌ها و عمل‌های صدها میلیونر خودساخته که توسط براین تریسی صورت گرفته است استوار است. این کتاب فشرده و عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. کتاب‌های ما را در همه سوپرمارکت‌های یاور دسترس کرده می‌توانید. براین تریسی میگوید انسان‌های موفق هدف‌های خیلی واضح و روشن و شفاف دارند. آنها می‌دانند کیستند و دنبال چیستند. آنها هدف‌هایشان را می‌نویسند و برای به دست آوردنشان برنامه‌ریزی می‌کنند. آدم‌های ناموفق هدف‌هایشان را مثل چیزهایی که در یک قطی سرگردان است در سرشان حمل می‌کنند. ما میگوییم هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است صرفاً یک خیالی محض است. همه خیال‌های در سر دارند ولی آنها چندان کارآمد نیستند. بدون هدف‌های نانوشته آدم‌ها تیرشان به سنگ می‌خورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به هدف‌هایتان است. هدفگذاری این جاده است به سوی زندگی. مطمئناً کشف هدف زندگی چیزی است که میتوانید به عنوان هدف‌های نهایتاً روی آن کار کنید. اما زندگی باید همیشه پر از هدف‌های کوچکتر باشد که به زندگی هر روزتان توجه کنید. به عنوان مثال اگر میخواهید ورزش را شروع کنید همین به زندگی شما هدف میدهد. شما برای خودتان یک هدف یعنی ورزش کردن را تعیین کردید و به همین ترتیب کارهایی که در آینده میکنید نسبت به همین هدف و دستیافتتان به آن انجام میشوند. اما خیلی مهم است که هدفهایتان خاص و مشخص باشند. پس همین که بگویید میخواهید ورزش کنید کافی نیست. بهتر است بگویید میخواهید 4 روز در هفته به مدت 30 دقیقه با دوچرخه ورزش کنید. مثلا این به شما میگوید که دقیقاً باید چی بکنید و باعث میشود بتوانید پیشرفتتان را کنترل کنید.
با این روش می توانید ببینید کاری که می کنید با آنچه می خواهید مطابقت دارد یا نه. این اهمیتی زیادی دارد چون آنچه می گویید مهم نیست بلکه کارهایی که می کنید اهمیت دارند. وقتی شروع کنید در بخش‌های خیلی کوچک زندگی هدفمندتر باشد، مثل تعیین یک هدف و تلاش برای دست یافتن به آن، در واقع این گونه به زندگیتان هدف می‌دهید و در نتیجه زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود. این باعث خواهد شد که به قسمت‌های بزرگتری زندگی رفته و این هدفمند بودن را در آنها هم پیاده کنید تا جایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد. وقتی توانید هدفمند زندگی کنید، شما نیز همچون انسان‌های فعال موفق کنترل زندگیتان را به دست خواهید گرفت و خواهید توانست از هر روزتان یک شاهکار خلق نمایید. بزرگ فکر کنید، چون که جیم ران میگوید به خودتان اجازه دهید که رؤیاهای بزرگی را در سر بپرورانید و ریسک‌های بزرگی انجام دهید. اگر می‌دانستید که موفقیتتان حتمی است، دنبال چی کاری می‌رفتید؟ اگر می‌توانستید برای نقش شخصی خودتان در زندگی متن نمایشنامه بنویسید که می‌توانست هر چیزی باشد، چی نقشی را برای خودتان می‌نوشتید؟ آرزوهای محرمانه شما چیست؟ چه چیزی است که همیشه می‌خواستید انجامش دهید یا آن را داشته باشید یا آن گونه باشید یا آن را تجربه کنید اما خیلی از آن می‌ترسیدید؟ بزرگترین و شجاعترین هدف شما چیست؟ چه چیزی است که حتی تصور و فکر به آن موی را به تنتان سیخ می‌کند؟ فراموش نکنید که اگر انتظاریتان کوچک باشد، در نتیجه آن نتیجه هایتان هم کوچک خواهد بود. مثبت بیان کنید. تصمیم بگیرید که می‌خواهید به سوی چه چیزی بروید، نه این که می‌خواهید از چه چیزی فرار کنید. مثلا من در مدت چند روز به وزن ایدئالی خود، یعنی چند کیلوگرم باید خراب شوم. جای این بگویید میخواهم 10 کیلوگرم از وزنم را کم کنم. جمله هایتان را به صورت من مثلا ثروتمند هستم، موفق هستم، عالم هستم بیان کنید. جای این که بگویید من میخواهم ثروتمند باشم، موفق باشم، عالم باشم یا کسی دیگر یا ورزشکار باشم، بگویید من ورزشکار هستم یا شخص موفق هستم. حالت اول فقط خواسته ها را تقویت میکند، نه داشته ها را. اینک از جانب مرکز خرد کتاب بسیار خواندنی از سلسله کتاب های سرخواننده دنیا با زبان تاجیکی منتشر گردید. این کتاب نام دارد نیروی بی پایان، رمز و رموز موفقیت در زندگی، از سخنگو و چهره سرشناس جهان انتونی رابینز. در این کتاب شما می توانید درباره چرا مردم از همدیگر فرق دارند، فرمول موفقیت نهایی، ارتباط با دنیای درون و بیرون، تأثیر برنامه‌ریزی در سرنوشت انسان، استراتژی و مانند این معلومات برای خود بگیرید. شما می توانید این کتاب ما را در همین سوپرمارکت‌های یاور و دیگر دکان کتاب فروشی دسترس نمایید. اگر هدف را این گونه بنویسید که میخواهم یک ثروتمند باشم، نیروی تقویت دهنده تان فقط دقیقاً مقداری بیشتری از آن نتیجه، یعنی خواهانی ثروتمند بودن را به وجود می آورد. اگر بگوید من تا سال چند یک فردی موفق هستم، نیروی تقویت دهنده تان روی آن چیزی که واقعاً میخواهید رشد کنید تمرکز میکند. چیزی از همه مهم این است که خودی همین روز وقت جدا کنید و سر این پیشنهادها که افراد بسیار موفق آنها را پیشنهاد نمودند فکر کنید. همین روز وقت بگذارید و فهرست از مهمترین هدفهایتان را بنویسید. توصیه میکنیم که در همه جنبه های زندگیتان و نه فقط جنبه کسب و کار یا مالی هدفهای را در نظر بگیرید. از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه های زندگیتان طوری که دیگر جنبه ها را نادیده بگیرید برحذر باشید، چون بهای سنگین را برای این کار خواهد پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه های زندگی قدم بردارید و به سمت خوشی جنبه های زندگی برسید که برایتان مهم هستند. چند پیشنهاد افراد موفق بود که پیشنهاد شما عزیزان گردانیدیم. باوری کامل داریم که از روی این گفته‌ها عمل کرده زندگی خود را کامل و زیبا می‌گردانید.